با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های جالب از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله‌گل خوجا شما را آشنا می‌کنم. سلام. امروز در برنامه بعد موربندی در رسانه‌های اداره اندازی سوخت زیاده‌روی را بر دوش گرفت ولی تاکید کرد که هر کس باید مسئولیتش را سپارد. یگان درست رفتار کرده باشند باید بودگاه میگم از جانب صدر ریاست بودگاه بخشش می‌رسد نسبت شخصان که در سنجش عملیاتی شروع کردن حتما دعوت کرده با تدبیرهای لواگی و میکنیم. طالبان افغان یک جوان متهم با دزدی را در مسحر عام از یک دست و یک پایش محروم کردند. من جمع کردم مردم رو دفعه بیاردم اونجا دستی رو قطع کردم پایین رو قطع کردم. دلیلی بود که ما 4 نفر بودیم سفر میرفتیم و صد راه میرفت با ما گفت بیایم اینجا چند تا سکل بزنیم بریم پیاده نرو. و کارگردان شناخته تاجیک مقیم روسیه باور دارد که سینمای تاجیک قامتش را رست خواهد کرد. شام 16 مرد ناظران اداره انداز به در بیش از 10 رسانه در مرکز ولایت سوخت مهر زدند. دلیل چنین رفتار خود را کارمندان این نهاد به نسپردن انداز از معاش روزنامه‌نگاران ربط دادند. اما صبح امروز بیشترین مهرها برچیده شدند و مسئولان اداره انداز گفتند که ناظران تا اندازه زیاده روی کردند. همکاران ما با طرفهای بحث صحبت نمودند. مقامات اداره انداز ولایت سوخت از مهربندی به در رسانه‌ها و مناسبت ناشایسته کارمندان این نهاد با روزنامه‌نگاران اظهار تأسف کردند. اگر یگان درست رفتار کرده باشند باید بودگاه میگم از جانب صدر ریاست بودگاه بخشش می‌رسد نسبت شخصان که در سنجش عملیاتی شروع کردن حتما دعوت کرده با تدبیرهای لواگی و میکنیم. در عین زمان اثنای صحبت با رادیوی آزادی روز جمعه معاون رئیس کمیته انداز ولایت سوخت افزود مقامات انداز بر راه‌اندازی این گونه سنجش عملیاتی حق دارند. رعایت نکردن ترتیب با قیدگیری یعنی که خدمات اندازه خطی شخص حقوقی وظیفه داره که در محل جایگیری وید علایده در مقامات انداز با قید گذاشته شده پیشنهاد ثبوت انداز و انداز درآمد انداز اجتماعی وابسته به مزد مهنت آنها تامین کنند. نیمروزی 16 مارس یک گروه کارمندان اداره انداز خوجند به کاخ مطبوعات حاضر شده روزنامه‌نگاران را از اتاقهای کاریشان بیرون و به در چندین نشریه‌های چاپ دوشنبه و سازمان حامی حقوق روزنامه‌نگاران نانسمیت مهر زدند. من شما حقوقی پرسشی منان دارید گفتن که ما هم حقوق رو داریم این کار پرینسیپ است شما از کابینت میبرید بعد ما پیچک میزنیم مهر میزنیم میرویم گفته برخور رو هم خاموش کرد بعد من برآمدم گفتن که چیزو چهاراتان قنداریتان تست در کامپیوتراتان گوشتن ما مهر میبندیم. پرسیدیم برای چی؟ برای آنکه گفتن باید اینجا قید بمیماندیتان حسابی مباش نلاگی اینجا هم میسپریتان. حقوق شناس نانسمیت میگوید از مهربندی در دفتر و مناسبت شدید اللحن مسئولان ریاست انداز خوجند با کارمندان این سازمان ناراحت بوده به دادستانی شکایت خواهد برد. ما همین رو گفتنی هستم که کدام مقاماتی نباشد پیش از همه و باید که از آمدن خود آگاهی دهد که من فلان روز فلان ساعت به نزد شما میآیم و میخواهم که اویدی فعالیت شما یعنی که سنجش گذرانم. بنابر همین یک بار آمدنی این نفران علاقه خودش یک بی آگاهی علاقه خودش ویران کردنی طلبات قانون است. روز 17 مارس وقتی این گزارش تهیه میشد مهرها از اکثر درها برچیده شده بودند و خادمان اداره انداز خوجند گفتند که این کار بیگاه روز گذشته به دنبال مهربندی انجام گرفته است. رو می‌آوریم با گزارش‌های بین‌المللی. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نوار مسجدی تخریب شده در شهر الجنوی سوریه نشر گردید. بنا به اطلاع مرکزی حمایت از حقوق بشری سوریه که قرارگاهش در لندن است، حمله 42 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به قول همین منبع مسجد زمان بمباران شد که سرشار از مردم نمازخوان بوده است. در این رابطه نظامیان آمریکایی ابراز داشتند که این منطقه را هواپیماهای آمریکایی بمباران نکردند. کیومرث سیاتو موضوع را ادامه می‌دهد. نفری که این نوار را نشر کرده است میگوید حمله از سوی هواپیماهای روسی صورت گرفته است و این برای اولین بار نیست. تصدیق این گفته ها از منبع‌های مستقل غیر امکان است.
مسکو بارها اتهامات از سوی این کشور بمباران شدن انشاءات شهروندی سوریه را رد کرده است. شهر الجناح سوریه در بین ولایت‌های ادلیب و حلب در منطقه جایگیر است که تحت نظارت شورشیان ضد حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد قرار دارد. نیروهای هوایی روسیه و سوریه پیوسته به این منطقه ضربه میزنند. در این اواخر هواپیماهای نیروهای آمریکا نیز در اینجا فعال شدند. به گفته نظامیان آمریکایی، آنها گروه‌هایی را بمباران می‌کنند که در گذشته شامل حرکت ممنوع القاعده بودند. در ولایت همسایه هومس که از سوی نیروهای دولتی نظارت می‌شود، اخیراً کارمندان سازمان صلیب سرخ کمک بشر دوستانه رساندند. تقسیم کمک در شهر الکریتین که تقریباً در 100 کیلومتری تدمور یا خود پالمیر جایگیر است به وقوع پیوست. منطقه های اهالی نشین سال گذشته از جنگجویان گروه دهشت افکنی به نام دولت اسلامی آزاد کرده شدند، اما تا کنون شرایط زیست در این جایها خیلی بد بوده. مردم از نبود آب آشامیدنی و نیروی برق رنج میبرند. قبل از پیشنهاد گزارش نوبتی به نفران احساسی و یا نابالغان توصیه میدیم که آن را تماشا نکنند. اخیراً خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد امکان یافتند با جوان صحبت کنند که در ولایت هرات از سوی طالبان بازداشت و بعد یک محکمه از دست و پایش محروم شد. در ولسوالی آبی کوهستانات هرات گروه طالبان یک دست و پای جوانی را بریدند. به نقل غلام فاروق 2 ماه در اسارت طالبان بود و میگوید در این مدت بارها خواهش کرد که رهایش کنند. مردم را جمع کردم، احتمالاً بالای 100 نفر بیشتر بود تا مردم رعایت تا طالب. من اونجا جمع کردم مردم و دفعه بیاردم اونجا. دستی برام قطع کردم، پای برام قطع کردم. دلیلی بود که ما 4 نفر بودیم سفر میرفتیم. وسط راه رفیقم گفت بیا اینجا چند تا سیکل بزنیم بریم، پیاده نریم. ما گفتم بریم نستونیم بیتره. گفت نه ما میستونیم، تو که نمیستونی هم نستون. بالاخره دوستم تو موتور رد می اومدم، اینو موتورهای مردم بوسوندم، اون رو بسته کردم توی مجر. بسته کردم اونو حرکت دادم، من دست و پای دارم وا کردم. بعد که برفتم اینو زنگ زده بودم به طالبان بیا اومدم رو بگرفت. عبدالقادر رحیمی رهبر سازمان مستقل حقوق بشر در هرات گفت این اولین بار نیست که در منطقه طالبان با گناه دزدی جوانان را به شیوه سنگین مجازات میکنند. 4 سال پیش در ولسوالی کشک رباط سنگی در هرات طالبان همین گونه دست و پای 2 جوان را بریدند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مناطق زیر نظارت طالبان حکم‌های خیلی بی‌رحمانه عصر میانگی به کار برده می‌شود. بعضاً آدمان را با عیب‌نامه‌های زنا و روابط بیرون از عائله سنگسار می‌کنند. رو می‌آوریم به گزارش‌های دیگر. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است پول‌های کاغذی را با نشانه‌ها و رمزهای ایلوگی چاپ کند. مشتری به سادگی خواهد توانست که پول اصلی را از قلبکی فرق نماید. در این باره رئیس بانک مرکزی آلمان نشست برپا کرده از نام بانک مرکزی اروپا توضیحات داد. روز پنجشنبه 16 مارس بانک مرکزی اروپا نسخه نو پول کاغذی 50 یورویی را نمایش داد. رئیس بانک مرکزی آلمان کارل لودویگ تیل نقدینه نو کاغذی را نمایش داد و تاکید کرد که سلسله نو پول کاغذی اروپایی با نام یوروپا سریز با چندین نشانه ایلاوگی امنیتی مجهز می باشد. نشانی از همه نمایان در روی پول این رقم 50 است که درخشان می باشد. وقتی شما این پول را حرکت می دید، رنگ رقم 50 از سبز به کبود تغییر می یابد. مردم این نشانی را در پول کاغذی 20 و 10 یورویی هم دیدند. خلاص همین نشانه نمایان ترین در نقدینه 50 یورو می باشد. رئیس بانک مرکزی آلمان گفت هم پول کهنه 50 یورویی و هم نقدینه نو باید در 19 کشور منطقه گردش یورو بدون محدودیت قبول شود. با استفاده از فرصت رئیس بانک مرکزی آلمان خاطر نشان کرد که بانک مرکزی اروپا بعضی اقدام‌های دیگر نیز مد نظر دارد.
بانک مرکزی اروپا از سال 2019 هم توزیع پول کاغذی 500 یورویی را متوقف می کند. پول 100 و 200 یورویی را در شکل نو توزیع خواهد کرد که فعلا نمود آن ارزیابی شده سپس چاپ می شود. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که این پول ها تا آخر سال 2018 توزیع شوند. قبلا بانک مرکزی اروپا گفته بود با استفاده پول کاغذی 500 یورویی بیشتر جنایتکاران برتری می‌دهند، از جمله پس‌اندازی درآمدی غیرقانونی و مبلغ گذاری تروریسم با این نوع پول انجام می‌گیرد. 1 میلیون یورو با پول‌های 500 یورویی 2 کیلو و 200 گرم وزن دارد که آن را می‌توان در یک جزودانی نوتبوک جای کرد، اما این مبلغ با پول‌های 50 یورویی تقریباً 22 کیلو وزن دارد که برای انتقال آن جزودانی ورزشی بزرگ لازم است. бармегардем ба тоҷикистон. Валерия Ҳадов, коргардони маъруфи Тоҷикистону Русия, барои ширкат дар таълими кӯтоҳмуддати коргардонҳои ҷавони тоҷик ба Душанбе омадааст. Ин коргардони маъруф солҳои охир дар Русия корро эҷод мекунад. Валерия Ҳадов дар як суҳбати ихтисосӣ бо Сайфи Сафар дар бораи Душанбеи имрӯз масъалаи муҳоҷират ва коргардонҳои ҷавони тоҷик изҳори назар кард. таи ҳамин ду рӯз یعنی برداشت شما از کار و از فیلمنامه‌های آنها چی است؟ یعنی کارگردان‌های جوان تاجیک از نظر شما صفت و کیفیت کار آنها چگونه است؟ Поколение, которое растет, меня вообще порадовало, что наконец вот кино пошло. نسلی در حال بزرگ شدن مرا خیلی خوشنود میکند. سرانجام فیلمسازی به میان آمد. خدا را شکر. من کیناستودی کهنه نو را میبینم که دوباره احیا میشود. این چیز برایم خیلی خوشایند که تاجیک فیلم های خوب میساخت. چند مدت پیش پاره از فیلم بریز کیمیاگرف رستم و سهراب را تماشا کردم. این گونه فیلم را حالا کسی ساختن نمیتواند. حالا همه گرافیک کامپیوتری شده است. اما آن زمان انبوهی صحنه‌ها و کاستیوم‌های زیبا بودند. دراماتورگی بزرگ و عموماً فیلمسازی خوب بود. ما بختیار خدا نظرف را از دست دادیم که پیش صف کینماتوگرافی ما بود. ما یعنی تئاتر جامی نداریم و تئاتر مایاکوفسکی هم یعنی از بین رفت. یعنی نظر شما در همین مورد، یعنی شما فکر نمیکنید که این نشانه رکود سینما و تئاتر در تاجیکستان باشد؟ Для меня это особенно больное место, потому что я и в театре Маяковского работал, и в театре Лахути работал. این برای من جای درد است، برای آنکه من هم در تئاتر مایاکوفسکی هم در تئاتر لاهوتی کار کردم. در کینوتئاتر جامی هم نخست نمایش فیلم های ما برگزار شده بود. این البته تلفات بزرگ است. امید یگانه این است که شاید تئاتر و کینوتئاتر نو بنیاد کنند. این مناسبت به فرهنگ است. از سوی دیگر رهبریت تاجیکستان به فرهنگ با احترام مناسبت و دستگیری میکند. من در دوره کیناستودی قضاوت میکنم که دستگیری مالیوی فیلم ها شروع شده است. از سوی دیگر اگر محیط فرهنگی نباشد البته چیزی حاصل نمیشود. محیط فرهنگی باید باشد، تئاتر باید باشد، کینوتئاترهای زمانوی باید باشند با صدا و تصویر زمانوی. سینماگران چه کسی هستند که اگر آنها را در کینوتئاتر تماشا کردن نتوانند؟ دوشنبه تقریبا 1 میلیون ساکن دارد، پس باید حداقل 10 کینوتئاتر باشد. چرا که این زندگی فرهنگی است. ما باید مردم را با سخن تربیت کنیم. جوانها از راه صنعت خصلت‌های انسانی را صاحب میشوند. از این رو واقعا این یک مشکل است که شخصا برای من هم دردآور است. من در تئاتر مایاکوفسکی نمایشنامه ها به صحنه گذاشتم، اما من امیدوارم وقتی که از اینجا با بعضی از هنرمندان به مهاجرت رفتم با آنها گفتم ما باید رویم. اینجا هیچ وقت ساعت 7 پرده صحنه باز نمی شود. من خوشحالم که اشتباه کردم. Благодаря вот этим сложнейшим временам. خیلی تشکر از شما که وقت خود را برای ما دادید برای صحبت. پلیس اکولوژی در تاجیکستان علیه 3 نفر برای چیدن و فروختن گل سیاهگوش پرونده باز کرده است. مقامات گفتند که این افراد 16 ساله بالا بوده برای منفی رستنی در حال نابودی گناهکار دانسته میشوند. خود متهمان در صحبت با مسئولان کمیته حفظ محیط زیست و پلیس اکولوژی گفتند که شرایط زندگیشان خوب نیست و خواستند از راه فروش گل‌های خودروی مبلغ به دست آورند. سیاهگوش از اولین گل‌های بهاری است که در میانه‌های ماه فوریه می‌روید و مردم هم با هدف رساندن مژده بهار و نوروز و البته فروش و به دست آوردن پول این گل‌ها را ریشه‌کن می‌کنند. از این رو بازرس‌های حفظ محیط زیست می‌گویند افزایش چیدن این نوع گل آن را به خطر نابود شوی نزدیک‌تر می‌کند.
این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwozodi.org، در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیسبوک و ادناکلاسنیک پیگیری کنید و برنامه خبری ما همچنین در سامانه آسیا پلوس نیز گذاشته می‌شود. تشکر برای همراهی. برایتان استراحت خوب می‌خواهیم و خدا نگهداری هر یک شما.